خدا درود بر شما، خوش آمدید ویدیو جدید من. به اولین پادکست ویدیویی من خوش آمدید. میخوایم یه فلش بکی به نسل قدیم خودمون بزنیم و میخوایم بپرسیم در مورد فوتبالایی که قدیم انجام شده در ایران و مهمونمون آقای قائم مقامی هستن. سلام آقای قائم مقامی. سلامت بشه انشالله. یک خاطره اگر هست از قدیم های بله، ایران من چون دیده بودم مثلا فوتبال مثلا بازی میکنن، چون که خودم زیاد علاقه نداشتم. یه برادر خانمی داشتیم که خدا رحمتش کنه فوت کرد. اون ما رو میبرد مثلا استودیو. یک مرتبه ما اولی که ما رفتیم با این برادر خانممون رفتیم، یه بازی بود با ایران پرتغال. بله که به نام اوزوبیو، یه بازیکنی بود خیلی معروف بود به نام اوزوبیو. یه گل زد که وسط زمین شوت کرد، یه سری رفت تو دروازه. من کیف کردم، من که وارد نبودم گفتم عجب بازیکنای خوبی داره. گلایی بودش که الان معروفه در اینو من یادم قشنگ. بعد قدیمیام که ایران به این صورت بازیکن نداشت، یکی بازیکنم داشت همه ضعیف بودن، مثل خارجی ها نبودن. هر تیمی که از خارج میمد دیگه ما 5 تا و 6 تا و 7 تا 9 تا رو من یادمه که مثلا برزیل من 2 تا به ما میزد، انگلیس میمد به ما 8 میزد. حالا یواش یواش بچه‌ها دیگه تمرینات کردن، الان دیگه بچه‌ها میرن خارج هم بازی میکنن. حتی الان تیم ملیمون 6 تا خورد از انگلیس، ولی خب بازم عملکرد قابل قبول تری داره. بله، اینو از زمان قدیم که این چیزا که من یادم بوده خاطرات براتون گفتم. دست شما خواهش میکنم، خیلی ممنون، موفق باشی.